سلام بچه ها، خوش اومدیم به یکی دیگه از ویدیوها. در این ویدیو من براتون از گلادیاتور مارول فیوچر فایت میذارم. همچنین 2 تا هیت یا 4 هیت میزنه و تک اولیش 100 هیته. حرام رفتم ببینم که میتونم ادیت بکنم انیمیشنشو بیارم و که تصمیم گرفتم که پرکتیس کامبو بزنم و کارا رو انجام بدیم. خب تقریبا 30 هیت. ترجمه نداره، معرفی میکنم. گلادیاتور کامبت هستش و خیلی هم قوی، تا تیر 2 هم میره. کاراکتر جدید ملاحظه میفرمایید، اومگا رد. و تازه باید بگم ایکس فورس. محلمون 20 شده، یعنی شما 20 مرحله دارید. آدم میترکه. اصلا هم تعجبی نداشت واقعا، نه؟ خب من یک کاری که کردم، اومدم داخل مرحله شدم و سروایور شاپ رو انتخاب کردم و رفتم که ببینم میتونم چیزی بخرم. دیدم نه. خب در اینجا چون واقعا میتونید از سروایور شاپ بخرید و با ولن و کسای دیگه هم بجنگید، چیزای بیشتری میتونید دریافت کنید. خب بریم با ولن اولیه بجنگیم. هارلم. بله خب من ایشون انتخاب میکنم. راینو هاف باستر. کامبت هستش خیلی قویه، دست کم نگیرینش. یه جامپ میزنه کلا همه رو بین میبره. 1200 هیت. بیا اینجا بینم بخورمتون. خب ولنای 2 رو میریم جنگ میدیم که بتونیم باشه خودمون رو آماده کنیم. مید تاون وسط شهر. خب ما کریون رو داریم، سندمن و اکتوپوس. هلا رو مجیک رو میزنیم با فایتر عزیزمون و راینو. من میتونم پدرت رو در بیارم. اینم از اینم تموم کردیم. حالا بریم جلوتر ببینیم چیزی تو. چقدر بزرگ شده. مراحل گنجایش پیدا کرده. وای پرام تمام گلکام. کل مرحله داریم. من اینو بخوام تا صبح چیز کنم نمیتونم. اگر یه دایمت داشته باشم هیچی ندارم. حالا بریم ولی نمیگنه جنگیم. یه ستاره بیگینر میگیرمش. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. یه دونه رو بده. راضیم. 2 تا ایکس فورس باید داریم. یه دونه فضایی آقای هاندال. دادم من اینو چیز نکردم. من ستاره میگیرم. خوبه 5 تا بهم بده. 5 تا رو قبول میکنم. خوشحالی. بس بگیم اینه جدیدمونه. جدید نه قدیمی، چون بک تو اوریجینالش جدیدتره. خب یه موب بدیم به اینجا، مهمون جذب کنیم. خوبه دونشن چست. واقعا میتونید در اینجا خیلی چیزای خوبی دریافت کنید. هم میتونید به مراحل قبل برگردید با یه دونه موب، یه دونه حرکت. من 14 تا داشتم، آخه توجه نکرده بودم به طرف ultimate obelisk. حرکت کنیم به اینجا. خب 13 تا شد. increase speed type attack by 12. کنم گرفتم. آره خوبه. منم از سوال و استیک تریک. recovery HP of the one. رفتم سر فایت دوباره.
لحظه باز نداریم ولی بیاریم ببینیم داخلش چیه. دو تا ایکسپورس و یه پاک پاستر کامبت. خب بزن بریم. چطور بود؟ کارش درسته ها، قوی هم هستش. وقتی برسونینش به لولای 70 اینطورا 72 یا 80 کلا قوی تر هم میشن کاراکتراتون، چون اون چه چیزایی دیگه. خب من 4 ستاره رو داخل رفتم. تاور راینون انتخاب کردم که اول باشه. اینکریست سایز و چیز اینا به من بده. رفتیم داخل پدر در بیاوریم. درست لکترم را بگیر اینم بگیر اینم بگیر. من چطور بود؟ لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ویدیوهای بیشتر و بالتر میذاریم با هم دیگه و مثل همیشه دنبالم باشین و ببینیم بیشتر اینا رو. بای بای.